امروز یک قصه عجیبی رو پیشکشتون میکنم. هم خنده دارد و هم برای شما فایده میکنه. با دقت گوش کنین. دوره های حضرت سلیمان علیه السلام بود. حضرت سلیمان به یک ملکه عاشق می شود. آن ملکه به حضرت سلیمان میگوید که اگر مرا گرفتن خواهی به من یک قصر میسازی، ای پری پرنده باشه. حضرت سلیمان همه پرنده ها را فریاد میکنه، اما بوم نمی بیاید. چند بار به سر بوم روان میکنه پرنده ها را، اون نمی بیاید. این بار حضرت سلیمان بلبل را قطعی عقاب روان میکنه به نزد بوم. وقتی که نزد هلچه همان میرود، به سینی بلبل میگوید که تو میخوانی. وقتی که تو خواندی میگه، بوم از هلچه بیرون که برآمد، عقاب از پشت سرش گرفته میآورد. بلبل که میرود در نزد هلچه همان خواندن میگیره، او بوم سرش ویران میشه، میگه پد برومی چی گپای خوانده سه گفته همین میبره که عقاب میگیرشه. نزد حضرت سلیمان علیه السلام میارش. حضرت سلیمان علیه السلام میگوید چرا همه پرنده ها آمد و تو نآمدی؟ میگوید من خواب بودم نفهمیدم. حضرت سلیمان با بوم میگوید که تو خبر نداری که من امروز یک قصر آماده میکنم از پری پرنده باشد. همه شما رو میکشم، پرهای شما رو گرفته قصر میسازم. و بوم با حضرت سلیمان میگوید مایلش، من یک سخنی بر تو دارم. همین سخنی من رو اول گوش کن، بعداً ما در اختیار شما. بوم به حضرت سلیمان میگوید در دنیا مرده بسیار است یا اینکه زنده؟ حضرت سلیمان میگوید البته که زنده بسیار است. بوم میگوید نه، مرده بسیار است. حضرت سلیمان حیرت میافتد، میگوید چرا مرده بسیار است؟ بوم میگوید که انسانی که در وقت نماز سحر میگه ای خواب نمیخیزه، ما او را به حساب مردگان میدانم. یعنی که اون مرده، ما او را آدم میسازم، مگه زنده حساب نمیکنم. گفت و گفت یک سوال دیگر میتیم، در دنیا مرد بسیار است یا اینکه زن؟ حضرت سلیمان گفت مرد بسیار است. بوم گفت نه، زنها بسیار هستند. حضرت سلیمان گفت چی خیل؟ بوم گفت به حضرت سلیمان که کسی که به گپ زن کار میکنه من او را زن حساب میکنم. ببینید دوستان عزیز، یعنی که حضرت سلیمان علیه السلام به گپ زن کار کرده بود. همون زن فرمانش داد که به من قصر میسازی، بعد من از آن تو میشوم. وقتی که این سخن حضرت سلیمان که میشنود، همه پرندگان را آزاد میکنه. یعنی که من زن نیستم، به گپ زن کار نمیکنم گفته همه پرنده ها را آزاد میکند. دوستان عزیز، در کانال حتما ابونه شوید و انشاءالله بهترین قصه و شعرها را پیشکش شما خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش موضوع را به شما رسوندن برادران عزیز، شما میخواهید سرحد قزاقستان را از شهر مسکو بگذرید، اما به یگان کمپانی باوری ندارید. دیده ایستادن که کمپانی خیلی زیاد دست داده است. با شما کمپانی را توصیه میتونم که 24 ساعت در خدمت شما است. در شهر مسکو از همه کمپانی بهترین است، کمپانی باوری است. نمرهاشون در روی اکران شما زنگ زنید، بگویید ما از کانال صدای امید به شما زنگ زدیم، اومده شما را از جای زیستتون گرفته به سرحد قزاقستان برده با خواست اعلی آورده در جای زیستتون میگذارد. اگر در راه یگان مشکلی شد، مشکلیشون را خودشون حل میکنن. از همه کمپانی باوری در شهر مسکو است. حتما کسی باور نمیکنه، یک بار به همین کمپانی روید. ما باوری دارم که دفعه دیگه با همین کمپانی خواهید رفت. فراموش نکنید دوستان، حتما زنگ زنید.